اخلاق میشه سمتش نه واقعا بیاد تو آشپزخونه. من همیشه میشینم ادیت میکنم منتظر میشم این آشپزیشو بکنه تموم شه و فقط میشینم میخورم غذا. خب من یه چیزی باید داشته باشم، یه بشقاب چیزی بده. خطی‌های فوق‌العاده مرتب منظم اونو میتونم نشونه برش بدم. بله میتونی نشون بدی. گوجه فرنگی اضافه میشه بچه‌ها. بچه‌ها عشق دارن میکنن بچه‌ها خوب توجه کنید یاد بگیرید. همینو خالی میتونم بخورم. همینو خالی. میخوای کار کنم آتیش بگیره؟ زیاد نه نمیخوام. بچه‌ها اگه میخوای آتیش بگیره آب لیمو بپاشیدش. خب حالا توی این مرحله چی اسم می‌کنیم بچه‌ها؟ نمک. گوجه فرنگی نمک بشوزنی باز توری‌تره بچه‌ها. همینجوری که می‌بینید داره کم کم غلیظ میشه، می‌بینید سس داره میشه کم کم سس. داره سس. خب سوال بپرس. خب وایسین. کی بیشتر غذا درست میکنه؟ من. کوروش. من کلا بچه‌ها خیلی آشپزی دوست دارم. من درست میکنم ولی کوروش بهتر درست میکنه خیلی. فقط تو این مرحله اولش بهتون دوباره بگم حواستون باشه که سیر رو نسوزونین. سیر خیلی سریع می‌سوزه. ساعت اینجا 2 صبح رادی. به خاطر شما دارم الان ویدیو جدید رو دارم ادیت میکنم بچه‌ها. بعد این شب بیام استریم راستی روی تویچ. من ولی دارم ادیت میکنم ویدیو رو. من شب بیام بازی چرت و پرت بازی کنم. نه کلا این گلشونه بچه‌ها. نشون بده چه شکلی شده. زیبا و خواستنی و هیجانی و دوست داشتنی و هیجان انگیز و می‌بینی چه زیبا داره میشه بچه‌ها. نم بایستین بچه اینجوری که هیچ نمیگم دارم سوالاتون رو نگاه میکنم. آشپزی رو از کجا یاد گرفتی؟ اینترنت. خب آسون بود. کی بیشتر میخوره؟ من. کوروش. غذای مخصوص کوروشتوپیا چیه؟ هنوزش فکر نکردم هرچی که آناناس روش نباشه. برو بابا آناناس فقط رو پیتزا اونم خیلی رنگ و نشون به بچه‌ها بده. کلا گوجه فرنگی بیشتر از این بزنیم بچه‌ها. من کم زدم الان. بیشتر از این بزنیم بهتر میشه. یکم بیشتر از این. الان با آبجیم که کلاس اولیه داریم لایوتون رو میگیریم. جدی سلام برسون بهشون. من اومدم همون رو بگم همون لحظه با کوروش میشه فورتنایت بازی کنیم؟ امشب آیا میای کوروش؟ امشب دارم بازی چسپرت میخوام بیام. من امشب ادیت دارم بچه‌ها. دیگه چی؟ بچه‌ها لایو شهدا بازی 2 میخوان ببینن از من یا نه؟ میخواین لایو شهدا بازی 2؟ وایسا چی نوشتن خودت چه غذایی بیشتر از همه دوست داری کوروش؟ غذای ایرانی. از توی غذاهای ایرانی قیمه رو خیلی دوست دارم، فسنجون خیلی دوست دارم، آلبالو پلو خیلی دوست دارم. غذاهای شیرین خیلی دوست دارم. نشون میدی رنگش چجوری شده؟ بله توی سوالا واسه همین خودم دارم یه میبینیم بچه‌ها چقدر غلیظ داره میشه بچه‌ها میبینی؟ خب اسم این غذا پاستای چی؟ پاستای کوروش میگه. نه بچه آلبالو پلو بلد نیستیم ولی خیلی دلم میخواد. آلبالو پلو رو آخه با چی میتونم بخورم؟ میدونی مثلا عدس پلو، لوبیا پلو، استانبولی پلو اینا رو میخورم بدون گوشت و مرغ. نمیدونم چون که یه سری پلو قاطیه ولی آلبالو پلو خالی نخوردم تا حالا بدون گوشت و مرغ اینا. چه حسی میده؟ آلبالو پلو رو از وقتی که اصلا کلا گیاهخوار شدم نخوردم و خیلی هم هوس کردم. من دیگه از وقتی میاد گیاهخوار شده دیگه سعی می‌کنم غذایی درست کنم که توش گوشت و اینا نداره. بله. سوالای بعدی بپرس. چون که غذا درست کردم چیز سوالاتی نیست. اومدم. بعد رو هر سوال بزنی سوالا رو میتونن هم ببینن. نوشتن چه جالبه که
همون لحظه فقط میتونم ببینم؟ نمیمونه که آخه شاید بعدش کار دیگه میخونم سوالشون. چه جالبه که به وقت ایران زندگی میکنید، در ضمن آناناس روی برگر هم خوشمزه است. ببین آناناس روی برگر هیچ بچه‌ها کی آناناس روی برگر میخوره؟ هیچ کی دیگه آناناس روی برگر نمیخوره. رو پیتزاش هم خیلی همه دوست ندارن. فکر کنم فقط تو دوست داری و کیانا ماه دیگه ترانات لف میذارم. این ماه ترانات لف ببینیم بچه‌ها. من هر روز زنگ می‌زنم مامان میای ترانات لف اونم بهم میگه نه. میگه من دیوونم بیام منو مجازات کنی و فلان و اینا. میگم نه بابا مجازاتت نمی‌کنم مامان پاشو همینجوری منم آوردم. همینجوری مجازاتی در کار نیست ولی هست بچه‌ها. مامان این لایو نمی‌بینه. مجازاتی در کار هست. و مامان اگر پاشو بذاری اینجا پشیمون خواهد شد. همونو با دوربین نه مجازات مامان چی بذاریم نمیشم حد لبدایی که دوست مجازات میشم نمیشه. معلومه که مجازات نمیخواد اصلا. من میگم سوستون بذاریم. نه مجازات سوستون. نه. خب این چه خوشگل داره میشه بچه. آناناس با قرمه سبزی هم خیلی میچسبه. حسین نوشته. خب حالا توی این مرحله چیکار میکنیم بچه‌ها؟ بلدی شعر بخونی؟ چی؟ شعر. آهنگ. آره معلومه که بلدم واسه آهنگ بخونم. چی دوست داریم مردم بخونم؟ بچه‌ها پنیر پارمزان این پنیر دلیلیه که من ویگن نمیشم و ویژیتریان میمونم. همین این دوستمون اینجا پنیر. خب میبینیم بچه‌ها دارم چیکار میکنم؟ یه ذره پنیر میزنیم. هم میزنیم. خب حالا بچه‌ها همه از آناناس تو برگر یه ذره شاکی ان. آره هیچ آناناس نمیذاره چیکار تو برگر. به نظر من قشنگ میشه. کنار یه لحظه. ما می‌خواستیم کشور نشونه بچه‌ها بدی بیا. اینجا نشون بده بچه‌ها. اینجا این یه سیکرت بین من و شما فقط. خب بچه‌ها پنیرمون هم گیاهیه. می‌بینی اینو؟ آره این کره گیاهی. آره کره منظورم. دیدین بچه‌ها؟ این دیگه فوت من بودا. فوت کره بازی به قوله. باشه اینجا ساعت 2:00 من کل روز هیچی نخوردم که موقع لایو آشپزی کوروش این می‌بینی وقتی کره می‌زنی رنگش از قرمز بودن تبدیل به چه رنگی میشه؟ یه ذره روشن‌تر میشه. روزه میشه. یه ذره بیشتر پنیر می‌زنیم بچه‌ها. نکنین. کمپ هم میریم بچه‌ها. منتظر لوازم کمپیم که آنلاین. ماه دیگه فکر کنم هم چون تو لفت داریم هم کمپ داریم. ماه خیلی خب توی این مرحله می‌دونی چی اضافه می‌کنی؟ چی؟ بیشتر بچه‌هامون کمپو نوشتن. یه نفر فقط نوشته معین خیلی ولی نوشته معین بخونم واسهتون. بعد این قافله عمر عجب می‌گذرد. این قافله عمر عجب می‌گذرد. چیه؟ چرا اینجوری نگاه می‌کنی؟ دریاب دمی که با طرف می‌گذرد. معین بچه‌ها پستار رو کسی کنیم. ساقی غم فردا رو داغ بود. چرا اینطوری می‌کنی؟ پستار خوبه. چنگال بردار. داغ بود. من این دوره بکنم اون تو. آره خودمونیم. دستام تمیزه. خب بچه‌ها توی این مرحله چیکار می‌کنیم؟ پستا آماده شده بود. پستا رو هیچ وقت یعنی اینجا خیلی پارت مهمیه بچه‌ها. خیلی زیباست. پارت مهمه بچه‌ها دیگه. بچه‌ها پستا رو که خالی می‌کنید تو آبکش دیگه روش آب اصلا نمی‌گیرید. آب پستا دیگه نمی‌گیرید. خب یه کار دیگه می‌تونید بکنید اگه سس دیدین یه ذره زیادی غلیظ شده یا یه ذره کم از همینجا اینو می‌بری اینور. خب ببین یه ذره آب پستا هم بیاد. آب توش نمکه شوره باحاله. ها اینجوری اضافه می‌کنید اینور. پستا رو یک کم زودتر برمی‌داریم بچه‌ها. خب چون که این تو هم باز میپزه. اینجا میپزه. این تو باز میپزه بچه‌ها. خب ابی بذار ادامه برم. نه من از راه اومدم دلت خواست اومدم
تو از بیراه ها رفتی، تو چش سیاه کجا رفتی، تو از بیراه ها رفتی. اینجا رو نشون بده. هم میزنیم بچه ها پستا رو ببینیم. همش ریخت همش ریخت. پل بودم جلو دوربین همش ریخت. شاید کثیف کردم گازو واسه این ویدیو. من عادی هم بچه ها کثیف نمی‌کنم. الان یه ذره به خاطر شما خواستم دراماتیک تر باشه. می‌بینید چه رنگی داره میشه بچه؟ یکم هم میزنیم. شدیم میزنیم. یس. همینجور هم میزنین خب به این شکل داره میشه. نایس. و در آخر خب پنیر. I love this پنیر. یه چیز دیگه که بتونیم بهش اضافه کنین زیتون سیاهه بچه‌ها. خیلی حال میده. داریم سیاه؟ زیتون سیاه نمیدونم داریم یا نه. یه ذره فلفل سیاه. تموم شد. نایس. یه دونه از اونا بده بیارم. الان چیز بکنی؟ ببش میتونی بیاری؟ زیردیگی. یا فرق نمی‌کنه. یکی بیار. زیردیگی. مرسی. نشون بده فاینال پروداکت رو بچه‌ها. وای چه بوی خوبی داره. بچه‌ها خوشگل شد؟ نه. خوشگل شد بچه‌ها. قیافش دارم می‌بینم خوب. بچه‌ها دارن می‌بینن. باحال بچه‌ها چی دارن؟ بچه‌ها پنیر دوباره وقتی که توی هر بشقاب می‌کشیم پنیر می‌زنیم. بچه‌ها چی دارن میگن؟ کو زیتون نمیدونم داریم یا نه. زیتون سیاه بهش اضافه کنیم باحال میشه بچه‌ها. ولی آخر سر از اول زیتون سیاه رو بندازین داغ میشه، چرت میشه. آخر باشه. این یک ساله آخر یه چند تا زیتون اون پاستا رو بده من. خوشگل شد بچه‌ها راضی ان؟ یه دقیقه بذار. حالا بخورینش بچه‌ها خیلی خوشمزه است. کاش اینجا بودین. البته به هر 20000 نفرتون نمیرسید ولی خب. نم. اونم برای یکی از ویدیوها گرفتم. چون که جا ندارم مونده وسط خونم. لو دادیم چیز جدیدمو. خب دیگه بچه‌ها مثل این که یه ذره با بچه‌ها صحبت کنم. منم یه ذره با بچه‌ها صحبت کنم. وایسا. گفتم پایمون این بچه‌ها چه خبره بچه‌ها؟ دوست داشتین؟ راضی بودین؟ خدای بالا درست کنین برام درست کنین، بعد عکس بفرستین، ویدیو بفرستین. فقط گفتم حواستون باشه واسه هر کی این غذا رو درست کنین تمام میشه، عاشقتون میشه، میمیر اصلا انقدر اینجوری میشه آهنگ تایتانیک پخش میشه تو صورتش. یه بار دیگه غذا رو ببینین، نگاه کنین. به ساده بود. پس فقط چیز گوجه فرنگی و ریحون و سیر و چاقونه. یه بار دیگه نگاه کنین بچه‌ها چه خفنه. اوف اینجاشو ببینین. بکشم؟ خیلی دوستون دارم بچه‌ها. میخوای کشیدنش هم نشون بدی بچه‌ها؟ بکشم دیگه. سرد میشه. من اکثر غذاها رو سرد دوست دارم ولی پاستا رو نه. بهنام چطوری؟ بهنام دوست بچگیمه بچه‌ها. چش سیاه کجا رفتی؟ خلاصه که خیلی عشقین همتون بچه‌ها، همتون عشقین. مرسی که اومدین لایو هم دیدین. مرسی بچه‌ها. ریختم. دوباره خودم بیارم. ساشو اگه بازم مثل بذارین از ریاکشن میا پلیز. خیلی خوشمزه. خوشمزه است. راضی بودین بچه‌ها؟ برای درست کنین واسه مامانتون، واسه دوستاتون، خودتون هستن درست کنین، بعد واسه عکس بفرستین اگر دوست داشتین. واسه عکس بفرستین منم ببینم، حال کنم، عشق کنم. بازم واسهتون اگه خواستین ویدیو میذارم. دفعه شاهد بازی میذارم واسهتون. کارهای جدید تمرین کردم، یاد گرفتم. خیلی عشقی بچه‌ها. مرسی که اومدین. مواظب خودتون باش. من فکر کنم میشم لایو. نه من الان میام تویچ بچه‌ها. من یک کم دیگه میام تویچ. اگر بودین بیاین، میخوام بازی چرت و پرت بازی کنم. میبینمتون بچه‌ها. خدافظ.
بچه چجوری قطع میشه.